سلام بچه‌ها، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از نایتفال فرنزی. من و سعید اینجاییم. امروز اومدیم با ویدیوهای سمی اینستاگرام این هفته. سمی ترین ویدیوهایی که میتونید تو اینستاگرام ببینید. می‌خوایم بریم ببینیم و بهشون واکنش نشون بدیم. شما با ما ببینین و عشقید بزنید بریم سراغ ویدیو. اینجوری میخنده کن استارته جوجه کباب داشون چرا تو چیزی یه جوجه کباب بود الان منظره؟ نه هیچ رفتی شد زمان داشت زغال قلیون میگرفت. جوجه کباب چیه؟ احتمالا میخواسته جوجه کباب بخوره. این چی بود؟ داشت میپرسید که چیز کجاست؟ آره ایتالی. بابا یارو رکورد چیز داره. چرا این کارو رکورد چیز چمپیونز لیگو فکر کنم زد 2 بار گرفت دیگه. 4 بار با رئال داشتم. با رئال عالی بود. الله به امام علی دیگه نبینم بخونی از فیل. تو خود افتادی از کون خر. پوریا داره دیسکار فکر کنم دست خر جای دست زنجو میره بر بر. تمام کار در اومد. اصلا عالی گفت بر دیگه. اصلا ببین به نظرم با گادپوری بعد این دیس دیگه دونه نمیخوره. اصلا دونه اشیل و پکولات تا فافه. داریم شوخی میکنن طرفداراش اینجا دارن سرویس نکنن. گادپوری دوست داریم بچه محلمونه. همین هیچ اثره پیش هیسه واسه این تمام نشد. آره داره نفس میگیره. تو که خواهی مال صفتی نداره. صفتی از این به بعد منبت کونم و کون تو کونت. آخرش عالیه. چرا عالیه. بریم برای این خانم. دستمالم اوفتی. چی شد؟ موضوع پس از این برنامه برای همیشه اخراج شد. اگه تونستی نخواه. Eigenlijk het juiste woord. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord dat Rijke hier hanteert. چیه میگه؟ صدای یارو رو خندش گرفته. Dat was bij mij dus ook mijn eerste gewaarwording dat ik dacht dat آجی بدترین خنده دنیاست. آره واقعا دیگه یادم اون چیز ik begrijp echt niet wat er gebeurd is. Plus het feit als je چرا زیرنیفتش اینطوریه؟ als je met seks omgaat, is het niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms de lieve woordjes. چرا اینطوری میخندی؟ آجی اینا چجوری نمیخندن؟ پوکر وایساده داشتی این چه وضع خندیدنه. Het kan hoor, ik bedoel. یه دقیقه حرف نزن. Ik heb het zelf. چیه صدای یارو رو بار تازه دو از تریاک کشیده اومده پشت میکروفون. جت آیدیو بود موقع کوچیک بودیم. جت آودیو؟ آره یه برنامه بود میدونستی بری صدا رو نازک کنی. آره اوایل هم بود اومده بود. ایکس بی منو کلوف کرد پیچ کرده. عالیه صدای عالیه. چرا اینطوری صحبت میکنه؟ او گربه پیشو داشت چی گفتی بهش؟ شرمنده از تفریحات از سلیمان داشت احساس میکنم گفتی چکاشو میذاری اجرا. داشت زیر نویس پارتی داشت شما بفهمید قیافه راستی. آجی این صدا رو یکی دیگه داره در بیاره. آره آدمه داره اذیتشون میکنه. داره میره عقب. تو نفهم چی گفت. مبارزه سنگین باز کنسل شد. میره سمت راستی که طرف آدمو نمیاد. Working out with the stretch band. آخ حاجی درد داره حاجی. هنت سرویس باش اومده. این چه ضربه بود. یه چک بهش زد اول بردنش. این داره همچنان صحبت میکنه. نمیدونم بزن استوب کن چیه؟ سلام رضا داشت کجایی؟ اصلا آدرس بده بیام زنه بچه شو با آقا سلام داداش. پای چالش هستی؟ آره. دوست دختر داری؟ آره. با گوشه من زنگ بزن بهش بگو میخوام کات کنم بات. باشه. من چالش شرکت نمیکنم. چرا داداش؟
هر چرا؟ این اتفاق اگه بیفته یارو اونجوری داشت میدوید انقدر مونده بود تا جمع شد. آره چی شد؟ وای آجی فکر کنم کلا دیگه کمونش شکست. کمونش چی داشت؟ این شخصیت این بچه مأمور جلی مأمور داشت شرکت می‌کرد. اینجا میگه کجاست؟ میدون کرجا. نه کرج مأمور بیداره آر میکنه. سکه بچه تعجب میکرد یکم چش رفت دست خوش خوده داره این اصلا تندلور نیست شخصه واقعا دست خوش بین استعداد کلاش رفت هر سری چیزش میره از سختی های شغل ژیمناستیک هر سری کفش و کلات و اینا میره چی کابینت ساز بگم وانت بیاد مشتری نرو خودم وسیله دارم حاجی خوار مادر کابینت ها یارو نه همه رو سریع کرد نه خودم وسیله دارم بشین صحبت اصلا به نظرم بدش کنید برید پسر رو کرم به دنیا میان وای وای حاجی در سری دیگه نیا دنبال منم بیاین همینجا هم بهش زهرا اونا اینطور چه عزیزم تمام آماده ساعت پنج ماشین چیه؟ نمیدونم سوزوکیه سوزوکی آره اوقات به بالش مینازه بچه پولدار پولش مینازه اما من به شمشیر مینازم آره دایی دست خوش یا علی جنگی انا عالی بود این نها کنی اولش این دست میزنه به یه جایی احساس میکنم به کارایی باش کردن قبل اینکه ازش فیلم بگیرن خیلی گفتم قرار میخوای اول باید یک سری حرکتا بزنیم بعد ژیمناستیک بازی کنیم با هم دیگه من به شمشیر مینازم آره دایی آره دایی شاید تو برازم با یه همچین چهره‌ای از بانه اومدن و چهره بعد عمل حاجی این چجوری میخواد برگرده محلش یارو انگلیسی رفته ژاپنی برگشته چشاش چرا اینطوری شده ببینیم پایین چه شکلیه خیلی خوشگل‌تر بود اونطوری این چی ریده تو نگاه این قیافه رو ببین و چهره بعد عملشون بعد 3 روز من چطوری به این نخندم بعد 3 روز حاجی این چجوری میخواد برگرده شهرش حاجی این اصلا زیبا شه مثلا اونطوری خیلی خوشگل‌تر بود آره واقعا نگاه کن این گوشه رو ببین عکسش هست 300 داری خدایی واقعا کردا رو ما خیلی دوست داریم عاشق کردا واقعا هزار نشه خیلی راضی قیافت معلومه راضی داری اخمشون و اون چروکا بلندی داشت چکون نمیتونه بخوره دیجی مراتب محروم بیا دیجی مراتب کم در آمد وقتی که کوچه رو اوریجنال فقط ایسان تو افسان آمد هنوز داره میگه بالا کوچه رو عروسی پدره کامنت عالی بود عالی بود سه اینو من برای عروسی رادیو اکتیوی وقتی دارم فکر با 1 میلیون کارو جمع کن تمام بچه اگه میخواید ویدیو کامنت های سمی اینستاگرام رو بریم بسید حتما توی کامنت ها بهمون بگید که البته نمیگید ولی خوب اصلا 2 میلیونت میدم اینو بکن تو چونت دهن تو گاییدم چرا زودتر نگفتی؟ برای چی؟ آهنگ شایع پلیه حاجی من برای 500 تومن این یکی ارم تو چون بمیر سگه نامه سگه رو عالیه حاجی سگه وای به خاطر 500 تومن خودشم Practice your English. I say red and you say green. Okay. Have you been to Bangkok? Green. Unbelievable. بعدش اصلا خدا بود Unbelievable. ببین عالی بود Unbelievable نگاه کن. Unbelievable Hi, I'm Kiko. I'm 23. I go to UCSB. چرا قیافه‌شون طوریه؟ حال کرد My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron. این مال چیه؟ مال کدوم؟ واسه چیز دیگه لاک پشتن اینجا آره گرفتم چیه؟ مش داری رو لجت میزنی چرا داری باشم بدت میزنی تو داری منم بزن چی؟ بزن سکون بخونیم بزن شطور هم پسه روشن میشه
خود گفتی با لامپ گم مصرف دادن آره باید صحبت کنه باشن یا کرم دود کره ژاپنی چیه خیلی باز صحبت دیدی تو از همه چون مونگو من فکرامو کردم دیگه نمیخوام دوست معموله باشیم اگه میشه با هم باشیم ببین محمد تو جایی داداش منی داشت تو جای خانم ببخشید شما جای مادر ایشونه چرا باید همچین چیزی داداش همی تو مادرشی احساس میکنم محمد تو جایی داداش منی پشما این ویدیو عالی هم چی؟ اون سگ گم شده است در نقش سگش سنگ زده عالی خب عالی جوکریه مراتب سیل زده عالیه ببین اصلا خیلی شبیه چه ولی خدایی خیلی با یه خورده به خوش برسه پول نره اولا عالی اصلا میکس 10 از 10 بود واقعا این نکات ریزش هم میره تمام شد فوق‌العاده بود حاجی آدم سیر نمی‌جد دیدن من دوست دارم 3-4 تا ویدیو دیگه به این سبک بیارم 4 هم افتاد حاجی اصلا با آب بخورم بیراد آب میخورد بخورین به منم نمیخواد تعارف بکنین خوری؟ نه مامان گفته دنی کسی نخورد ورزشکاری خوردم پشمام ورزشکاری؟ چه ورزشی بیراد جان؟ ما اصلا ژیمناستیک و اینا بوکس کار میکنیم واو آقا دمتون گرم که ویدیو رو تا اینجا دیدید خیلی باحال بود دولا اصلا بهتر بود و دیجی مناطق محروم هم خیلی خوب بود آپتیموس پرایم هم خوب آپتیموس پرایم عالی ویدیو اصلا نره خیلی باحال بود همشون هر هفته یه دونه براتون میذاریم که با هم دیگه بخندیم و کیف کنیم لایک و کامنت و سابسکرایب نمیذارن که چه فایده یادتون میره نمیدونم نمیخواید بذارید این ویدیو رو دید حال کردید یه دونه کلیک لایک یه کامنت بنویس آقا چه میدونم ریدم دهنت ولی کامنت بذار کامنت رو بذار برای آره خیلی عالی میشه خیلی دوستتون داریم خیلی عشقید امیدوارم هفته عالی رو داشته باشید لایک کامنت سابسکرایب دوباره یادتون نره تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار دوستان عزیز دوستتون 1 2 3 تمام بریم ریشم نخوره Let's go فونای طلاییمونو میذاریم و بذار و یه گوشه تمایلات باز بریم برای پلیش کن موسو بر کنار خود بذار ویدیو اول